خب رفقا رسیدیم ما. برای اینکه اینجا بیاید باید شما اول مترو چیتگر پیاده بشید و اونجا اتوبوس‌های دریاچه رو سوار شید و مستقیم دقیقاً دریاچه شهدای خلیج فارس یا دریاچه چیتگر نگه می‌داره. طرح اینجا رفقا با سال 47 ولی اون موقع نه علمشو داشتن که بخوان اینجا دریاچه بزنن، نه اینکه بودجه به این هنگفتی داشتن که واسش کنار بذارن. سر همین رفت لای پرونده هایی که طرح‌هایی که هیچ وقت قرار نبود ساخته بشه، ولی با گذشت زمان، پیشرفت تکنولوژی، علومی که اومد، دانشمندا یواش یواش نزدیک، حالا مثلا نمیگم نزدیک همون 10-40، نه خیلی بعدتر، 80 اواخر 80 این پروژه کلیک خورد و در نهایت سال 92 بود تقریبا، تو اون سالا افتتاح شد. بچه این ماهیه رو ببینید چه گنده است حاجی. حالا یه اتفاق جالب واسهتون تعریف کنم. اسقوی فرمودیه سال 98-99 این بوفه‌دارایی که این توی خشکی بودن اعلام میکنن که یه حیوان عجیب غریب مثل تمساحو دارن میبینن، اما بعد از کلی تحقیق و رسانه‌ای شدن متوجه شدن که این دوست خوبمون این شکلیه، اسمش هم سوسمار ماهیه که خدایی هم شبیه تمساح هست. یکی دیگه از بخشای جالبی که این دریاچه داره همین رالی ماشین سواریه که حالا اگه اون دوستمون اونجا بیاد ببینیم و نزدیک خیلی عالی میشه. میتونید با تهیه بلیت اینجا سوار شید و لذت ببرید. بچه این خیلی بد جالب باشه. حالا میپرسیم اگه میشد داخلش فیلم برداری کرد، حتما داخلش فیلم برداری میکنیم، امیدوارم بشه. خیلی دوست دارم شما هم ببینید اینجا رو، من خودم تا حالا ندیدم، خیلی هیجان دارم. بریم یعنی میپرسیم دیگه فوقش. رفقا میدونم این قسمت خیلی کم انرژی بود صدام، حقیقتش منم ناراحتم از اتفاقات اخیری که تو ایران افتاده، موضوعم هم کاملا مشخصه، نمیدونم چی بگم، ولی حتما منو دنبالم کنید، سابم کنید، زنگوله‌رم بزنید. قسمت دوم اینجا هم قطعا ساخته میشه چون یه سری جاها رو نرفتیم، مثل باملند.
رفقا رسیدیم به آخر ویدیو. اگر محتوای من خوشتون میاد حتما منو ساب کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفر مطلع بشید و بیاید ویدیومو ببینید. کلی اتفاق خوب قرار بیفته. ویدیوهای قبلی من ببینید تا دوباره ویدیو جدید آپلود بشه. ممنون ویدیومو دیدید. فعلا